سلام به همگی. تا حالا شده یه لحظه با خودتون خلوت کنید و بپرسید یعنی من واقعا برای پدر یا مادر شدن آماده‌ام؟ میدونید این سوال از اون سوالای سنگینه. امروز میخوایم دقیقاً به همین موضوع خیلی عمیق و شخصی بپردازیم. چون راستش این فقط یه تصمیم ساده نیست، یه سفر کامله، سفری که هم درون ما اتفاق میفته و هم دنیای بیرونمون رو تغییر میده. پس بیاید با هم قدم به قدم این مسیر رو باز کنیم. خب، سوال اصلی دقیقاً همینه. وقتی میگیم آماده ام، واقعا منظورمون چیه؟ این فقط یه حس زودگذر نیست، درسته؟ هدف اینه که توی این ارائه با هم از این فضای مه‌آلود و پر از شک و تردید عبور کنیم و به یه درک روشن‌تر و مطمئن‌تر برسیم. جالبه نه؟ گاهی برای اینکه بفهمیم یه چیزی چی هست، باید اول بفهمیم چی نیست. خیلی وقتا قصه‌های گذشته ما، اون کوله‌باری که از بچگی با خودمون حمل می‌کنیم، بدون اینکه حتی حواسمون باشه، دور ما یه سری دیوار نامرئی می‌سازه. دیوارهایی که نمیذارن با قلب باز وارد این نقش بزرگ و جدید بشیم. بیایید با همین 4 تا مانع اصلی رو بشناسیم. ببینید این 4 مورد 4 تا از شایع‌ترین موانعی هستند که ریشه‌شون تو گذشته ماست. مثلا ممکنه یه تجربه‌ای تو کودکی باعث شده باشه که ما از عشق، از صمیمیت بترسیم. یا شاید الگوی همیشگیمون این بوده که تا یه مسئولیت جدی میشه فرار کنیم. بعضی وقتا هم هست که خاطرات تلخ کودکی مثل مجبور شدن به مراقبت از خواهر برادر کوچیک‌تر اونقدر انرژی روانی ما رو گرفته که دیگه توانی برامون نمونده. یا حتی ممکنه نگاهمون به دنیا اونقدر تاریک و بدبینانه باشه که با خودمون بگیم آخه تو این دنیا میشه بچه آورد. هر کدوم از اینها به تنهایی میتونه یه دیوار بزرگ باشه جلوی آمادگی واقعی ما. خب، به اندازه کافی در مورد موانع و دیوارها حرف زدیم. حالا وقتشه که کلنگ رو برداریم و شروع کنیم به ساختن. به جای اینکه فقط روی این تمرکز کنیم که چرا آماده نیستیم، بیایید ببینیم چطور میتونیم آماده بشیم. 10 تا شرط اساسی وجود داره که اگه بهشون فکر کنیم، مثل آجر به آجر یه بنیاد محکم برای والدگری میسازه. 5 تای اول واقعا ستونای اصلی ساختمون هستن. خب، اول از همه سلامتی. هم جسمی هم روانی، چون خیلی واضحه باید اول مراقب خودمون باشیم تا بتونیم مراقب یه نفر دیگه باشیم. دوم، روابط محکم، چون بچه قراره به یه تیم 2 نفره قوی اضافه بشه، نه اینکه بیاد و یه تیم از هم پاشیده رو درست کنه. سوم، توافق کامل. یعنی چی؟ یعنی هر 2 نفر از ته دل این رو بخوان، نه اینکه یکی تحت فشار باشه. بعدش میرسیم به ثبات اقتصادی که یه حداقل امنیت رو برای شروع این راه طولانی فراهم میکنه. و در نهایت آگاهی و مهربانی که مثل ملات همه اینها رو به هم وصل میکنه. و اما 5 شرط بعدی، اینها بیشتر به تعهدات شخصی و روزمره ما برمیگردن. زمان، حوصله و انرژی که شاید با ارزش‌ترین چیزهایی باشن که میتونیم به یک کودک هدیه بدیم. بعدش اولویت قرار دادن فرزند. یعنی بپذیریم که زندگی ما دیگه حول یه محور جدید و مهم میچرخه. شبکه حمایتی هم فوق‌العاده مهمه، چون هیچ کس قرار نیست این مسیر رو تنهایی بره. و یه نکته کلیدی، نگاه مثبت. این پایان آزادی نیست، آغاز یه نوع جدید و عمیق‌تر از زندگیه. و در آخر پذیرش نقش تسهیلگری که جلوتر خیلی بیشتر در موردش حرف میزنیم. یادتونه یکی از شرطها آگاهی و مهربانی بود؟ این اسلاید اون ایده رو توی یه فرمول ساده و فوق‌العاده قدرمند خلاصه میکنه. تربیت یعنی چی؟ یعنی آگاهی به اضافه عشق خالصانه. این یعنی نه محبت کورکورانه و بدون فکر کافیه و نه دانش خشک و خالی و بدون احساس. جوهر واقعی والدگری دقیقاً توی ترکیب هوشمندانه این دوتاست. خب، حالا که با اصول کلی آشنا شدیم، بیایید با هم روی یه دوره زمانی فوق‌العاده حساس و حیاتی زوم کنیم. 18 ماه اول زندگی. میدونید بنیادی که توی این 1.5 سال اول ساخته میشه، میتونه تمام آینده یک انسان رو شکل بده. واقعاً به همین اندازه مهمه. این 18، 19، 20 ماه اول دوره‌ایه که مغز کودک با یه سرعت باور نکردنی در حال سیم‌کشی شدنه. هر تجربه، هر لمس، هر صدا داره یه سوال اساسی رو توی ذهن ناخودآگاه کودک جواب میده. آیا این دنیا جای امن و قابل اعتمادی برای من هست؟ پایه‌های اعتماد به کل جهان دقیقاً همینجا داره ریخته میشه. پس توی این دوره فوق‌العاده حساس اصول خیلی مشخص و روشنه. اول از همه کودک به یک لنگر، یک مراقب اصلی و ثابت نیاز داره که معمولاً مادره. و نکته کلیدی اینجاست، وظیفه اصلی پدر چیه؟
ساختن یه سپر محافظ دور مادر. یعنی پدر از مادر مراقبت میکنه تا مادر بتونه با تمام وجود و با آرامش کامل از کودک مراقبت کنه. یه تیم 2 نفره با یک هدف مشترک. و اینجا اهمیت اون ثبات و یکپارچگی خودش رو نشون میده. فقط یه لحظه تصور کنید دنیای کوچیک و امن یه نوزاد با روش‌های تربیتی متناقض بمباران بشه. مادر یه چیز میگه، مادر بزرگ یه چیز دیگه، خاله روش دیگر رو پیشنهاد میده. این سردرگمی دنیای قابل پیشبینی کودک رو نابود میکنه و میتونه اولین ترک‌ها رو روی دیوار شکننده اعتمادش به وجود بیاره. خب با همه این حرفا هدف نهایی چیه؟ اصلا به کجا میخوایم برسیم؟ اینجا به یه نگاه واقعاً عمیق و متفاوت به نقش والدگری میرسیم. این چیزی خیلی فراتر از فقط بزرگ کردن یه بچه است. این ایده نقش ما رو به کل باز تعریف میکنه. ما کنترلگر زندگی فرزندمون نیستیم. ما تسهیلگر هستیم. یعنی چی؟ یعنی ما راه رو براش هموار میکنیم. ابزارها رو در اختیارش میذاریم. بهش عشق و امنیت میدیم و بهش قدرت میدیم تا یک روز خودش نویسنده، کارگردان و قهرمان داستان زندگیش باشه. واقعاً چه میراثی از این بزرگتر و زیباتر میشه به جا گذاشت. و در نهایت همه اینها ما رو به این سوال بزرگ میرسونه. با درک این اصول و شرایط، پرورش یک نسل سالمتر، قویتر و شادتر دیگه فقط یه آرزوی دور از دسترس نیست. شاید الان یه نقشه راه عملی‌تر در دست داریم. یه نقشه برای ساختن آینده بهتر که از همین امروز و از درون خود ما شروع میشه. از اینکه در این مسیر همراه من بودید خیلی سپاسگزارم.